تا حالا اسم سیکرت وارز یا همون جنگ‌های پنهان مارول به گوشتون خورده؟ میدونید داستان فیلم اونجر سیکرت وارز قراره چی بشه؟ نمیدونید؟ پس با ما همراه باشید. چون امروز میخوایم همه چیز رو درباره این کامیک خفن بهتون بگیم و مطمئنم از شنیدنش مو به تنتون سیخ میشه. سیکرت وارز اسم یکی از متفاوت‌ترین کامیک‌های دنیای مارول که زمان خودش خیلی سر و صدا به پا کرده بود. جنگ‌های پنهان ابرقهرمانان مارول که معمولاً اونو به اسم جنگ‌های پنهان میشناسیم، یک سری کامیک بوک 12 شماره‌ایه که از می 1984 تا آپریل 1985 توسط مارول کامیکس منتشر میشه. ولی خب خط داستانی این سری کامیک چی میتونه باشه هم؟ خیلی کنجکاوید مگه نه؟ اما قبل از اینکه بخوایم ویدیومون رو شروع کنیم میخواستم بهتون یه چیزی بگم. بچه‌ها ما امروز برای اولین بار میخوایم داخل کانال یه کویز برگزار کنیم و هر کسی که جواب درست رو داخل کامنت ها بهمون بگه ما از بین اونا قرعه کشی میکنیم و بهشون جایزه میدیم. پس حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید چون سوال آخر ویدیو مطرح میکنیم. داستان از این قراره که موجودی قدرتمند به اسم بیاندر از دنیای خودش تماشاگر دنیای مارول و انتقام جویان بوده و مجذوب ابرقهرمانان و پتانسیل اونا میشه. اون تصمیم میگیره یک سیاره به نام بتل ورلد به وجود بیاره. گروهی از ابرقهرمانان و گروهی از ابرشرورا رو انتخاب میکنه و با خودش به سیاره میبره. این دو گروه رو مقابل همدیگه قرار میده و اعلام میکنه که هر گروهی که برنده بشه هر چیزی که بخواد براش فراهم میکنه. این داشمون بیاندر که یه جورایی یه موجود بعد چهارمی محسوب میشه، انقدر قویه که برای تفریح خودش هم که شده این همه آدم بدبخت و انداخته به جون همدیگه. ولی فکرش هم نمی‌کرد که همین آدمای بدبخت آخر داستان براش دردسر درست کنن. از اونجایی هم که هر دو گروه از قوی ترین تشکیل شدن، پیش بینی این که کدوم طرف برنده میشه غیر ممکنه. اصلا اینو میدونید که چه کسایی رو با خودش برده به اون سیاره؟ از گروه اونجرز بگیر تا 4 شگفت انگیز و ایکس من و همینطور قهرمانایی که عضو گروهی نیستن، مثل اسپایدرمن و اسپایدر وومن و حتی کاپیتان مارول. شاید فکر کنید که توی این گروه کاپیتان مارول که مؤسس و سازنده مارول بوده رهبر و لیدر تیم ابرقهرمانان است، اما اشتباه میکنید. رهبر تیم ابرقهرمانان کسی نیست جز واسپ. چراشم بهتره برید از خودشون بپرسید. در این گروه مگنیتو و ددپول هم حضور دارن، ولی تیم قهرمانان به اینکه مگنیتو توی تیمشون اعتراض میکنن و حتی برای مدتی اتحادشون رو از بین میبرن و این دقیقاً چیزیه که تیم ابرشرورا میخوان، تیمی که کم از ابرقهرمانان ندارن، که این تیم شامل دکتر دوم، دکتر اختاپوس، کنگ فاتح، اولتران و حتی گالاکتوس میشه. ولی خب ظاهراً ابرشرورا هم با همدیگه میونه خوبی ندارن و از فرصت به وجود اومده علیه قهرمانا به خوبی استفاده نمیکنن. چون گالاکتوس سریع از بقیه جدا میشه و تنهایی فعالیت میکنه. شاید تیم ابرشرورا خیلی قوی به نظر بیان، ولی چیزی که تیم ابرقهرمانان به دست میارن رو ندارن و اون چیزی نیست جز اتحاد. تیم ابرقهرمانان بلافاصله یک واحد تشکیل میدن، ولی تیم ابرشرورا درگیر جنگ‌های داخلی شدن. از یه طرف گالاکتوس وقت گیر آورده و میخواد برای جذب قدرت و انرژی کل سیاره رو ببله. از طرف دیگه هم دکتر دوم میخواد با خود بیاندر مقابله کنه. اما کنگ کلش رو به کار میندازه و تصمیم میگیره که کسایی که از تیم ابرشرورا باقی موندن رو متحد کنه و با ابرقهرمانان مقابله کنه. این خط داستانی یکی از خطهای داستانی محتمل برای فیلم اونجر سیکرت وارز 2027. خط داستانی دیگه‌ای هم که احتمال داره توی این فیلم ببینیم خط داستانی کمیک جدیدتریه که با همین نام توی سال 2015 منتشر شد و ماجرای نابودی دنیاهای چنگانه رو روایت کرده. این خط داستانی شامل نابودی جهان مارول و جهانهای مختلف دیگه است. همه بعدها با هم ترکیب میشن و جهان مبارزه رو به وجود میارن. زمین هم میشه سیاره‌ای که زمین جنگ جهانهای مختلفه و نسخه‌های مختلف شخصیت‌های مارول توی سراسر دنیا شروع میکنن به جنگیدن با دشمناشون. وجود همه شخصیت‌های این کمیک‌ها توی فیلم میتونه این فیلم رو به عظیم‌ترین اثر سینمایی مارول تبدیل کنه. تصور کنید نه تنها شخصیت‌های فیلم ایکس من و فانتاستیک فور، بلکه قهرمان‌های گاردین آف گالاکسی و حتی شخصیت‌های دیگه دنیای مارول در این فیلم حضور دارن. به همین دلیل کارگردان معروف دنیای مارول یعنی آنتونی روسی گفته که این پروژه از پروژه اونجرز اندگیم هم بزرگتر خواهد شد و زمزمه‌هایی هم به گوش میرسه که این کار بزرگ قراره توسط سم ریمی، کارگردان معروف سگانه اسپایدرمن و فیلم دکتر استرنج این مولتیورس آف مدنس اونو کارگردانی کنه. و علاوه بر اون حتی نویسندگی این فیلم هم به مایکل والدرون، نویسنده سریال لوکی و فیلم دکتر استرنج 2 سپرده شده که معلومه قراره فیلمی رو ببینیم که روش حسابی کار شده و کاردرستای دنیای سینمای مارول قراره روش وقت بذارن. تاریخ اکران این فیلم هم توی سینما احتمال زیاد 17 آبان سال 1404 پیش بینی میشه. در هر صورت خبر ساخت این فیلم طرفدارا رو خیلی سر ذوق آورده، چون این سری علاوه بر جمع شدن ابرقهرمانا دوباره توی فیلم، ما جمع شدن ابرشرورا رو هم توی پروژه جدید مارول میبینیم و خب قاعدتاً این خبر شگفت انگیزیه.
و اما حالا بهتره بریم سراغ کویزمون. به نظر شما کدوم شخصیت توی ایونت جنگ‌های پنهان مارول حضور نداره؟ هاکای، استورم، بلک پنتر یا ددپول؟ حتما جواباتون رو برامون پایین این پست کامنت کنید و هر کسی هم که جواب درست رو کامنت کنه ما از بین اونها قرعه کشی میکنیم و بهشون جایزه میدیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید و تا کامیک بوی بعدی خدا نگهدار.